سلام خانم، خوب هستین؟ سلام ننه جان. قربون شما توی این بر عباس معمولی میشناسین؟ آره همین عباس همسایه ما همینجا خانه‌شانه. چه جور آدمایی هستن؟ اون دفعه تحقیق بیامون ناراحت و بیند دستم همسایه بی این دفعه تعریف کنم. آدمای خیلی خوبی هستن، انقدر اخلاقشون خوبه که من خیلی دوستشان دارم. خدا رو شکر. وضعیت مالیشون چجوریه؟ خیلی وضعیتشون خوبه، دو طبقه ساختمان دارن، مال خودشان، ماشین دارن، وضعشون ماشاءالله خیلی خوبه. خب شما یه پسر دارن میگه که قزنفر معلوله، درسته؟ نه یا خوبه با همین بچه ها اینجا بازی کن میخوانه کیدشون بازی کردن دبین. واقعا؟ نه یا خوبه بچهش مشکل ندار. مرسی. برای ازدواج تحقیق کندی؟ نه زن و بچه‌شون رو زن محمد خواسته نه والا نبی برای ازدواج نبی. نه برای بهزیستی بود، والا میخواست به بچه‌شون ویلچر اهدا کنیم. بهزیستی بیام بوی؟ بله. چرا ما اول نوتی؟ خب دیگه تحقیقه دیگه، چرا؟ من فکر کردم تو برای ازدواجه. چه فرقی داره؟ خب من بودم خوبشانه بگم بچه‌شون ازدواج کنه. الان خوبه من این ویلچر رته که این بچه بنداختم. خانم ده نخوان راستشه به من بایی. خانم چرا هرچی گفت؟ برو این ور پیدات